هر لحظه مرگ را در نظر داشته باشیم. اگر من و شما هر لحظه مرگ را در نظر داشته باشیم، این را بدانید که هرگز به گناه رجوع نمیکنیم، هرگز به برادر و خواهر مسلمان خود ظلم را روادار نمی باشیم. متاسفانه امروز قلب‌های ما مثل سنگ سخت شده. قلب‌های ما را درست قدرت دنیا، شهرت دنیا، این قصرهای دروزه، این پول‌هایی که سرازیر میشه، قلب‌های ما را سنگ ساخته، به طرف خود رجوع ساخته، به طرف خود تمسک کرده. و من و شما در حالی که باید فقط و فقط محبت الله و رسول الله را داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی یک قلب داده، با این یک قلبی که داده فقط و فقط رب العالمین و رضایت رب العالمین دوست. آن چی که الله و رسول الله گفته با او تمسک.